درود به همه شما دوستان عزیزم. امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون عالی باشه. تو این کانال ما قراره در کنار هم با ذهنی آگاه و روانی آرام به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنیم. پس با من همراه باشین تا در کنار هم و با هم بتونیم ذهنمون رو آگاهتر و روانمون رو آرامتر کنیم تا به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنیم. با من همراه باشین با موضوع امروز: چطور وقتی وارد مکانی میشیم با کلاس به نظر بیاییم. خب این موضوع جدیداً تو اینستا خیلی ترند شده. اولین چیزی که میخوام بگم اینه که تقریباً خیلی هامون میدونیم که صحبت کردن زیادی اطرافیانمون رو خسته میکنه و باعث میشه ارزش کلاممون به مرور پایین تر بیاد. اگه توجه کرده باشین تو طبیعت هم چیزایی که کمیاب هستن خیلی با ارزش‌تر از چیزایی هستن که به مقدار زیادی وجود داره. شما اگه بخواید سنگ یاقوت رو با سنگریزه‌هایی که توی حیاط ویلاها میریزن مقایسه کنین، میبینین که یاقوت ارزش بسیار بالاتری نسبت به اون سنگریزه‌ها داره، چون کمیاب‌تره. قطعاً هر چیزی که کمیاب‌تر باشه ارزش پیدا میکنه. پس چه بهتر که این نکته رو توی رفتار خودمونم در نظر بگیریم و با رعایت کردنش ارزش سخنمون رو بالاتر ببریم. قطعاً اگه شما ارزشمندتر صحبت کنید شخصیت جذابتری هم خواهید داشت و با کلاس‌تر هم به نظر میرسید. و اما مورد دوم، سوالات خصوصی نپرسیم. پرسیدن سوالاتی که باعث میشه وارد حریم خصوصی دیگران بشیم دیگران رو آزار میده و باعث میشه که ما یه شخص فضول به نظر بیایم که دیگران از صحبت کردن با ما احساس خوبی نمیگیرن، یا بهتره بگیم کلافه میشن. اگه این نکته رو رعایت نکنیم نمیتونیم به عنوان یه فرد با کلاس نشون داده بشیم. اما شاید یه عده الان بیان بگن خب ما که اصلا تو کار دیگران فضولی نمی کنیم، هیچ وقت به صحبت‌های خصوصی کسی گوش نمیدیم، هیچ وقت از لای در خونه بیرون رو نگاه نمی کنیم ببینیم دیگران چی کار میکنن، خاله زنک بازی در نمیاریم، همش دنبال این نیستیم که ببینیم دختر عقد از خانم که با نامزدش دعوا شده بود آشتی کردن یا نه. ولی یه چیزی رو بهتون بگم، بهتره بدونین که فقط این موارد فضولی محسوب نمیشه. همین که شما در مورد موضوعاتی صحبت کنید یا سوال بپرسید که اون موضوع هیچ ارتباطی به شما نداشته باشه، یعنی وارد حریم خصوصی دیگران شدین و اسمش هم میتونه فضولی باشه. هر وقت وسوسه شدین سوالایی رو بپرسین که به شما ربطی نداره، یاد شخصیت‌های فضول توی فیلم‌ها بیفتین. یه خانم فضول بود که همیشه همسایه‌ها و فامیل از دستش در عذاب بودن و ازش فرار می‌کردن. ببینید شما هم دوست دارید تو جایگاه اون شخص قرار بگیرین یا تو جایگاه یه شخص با کلاس و با اتیکیت؟ تصمیم با خودتونه. و حالا همینطور اگه دیگران از شما سوالاتی بپرسن که تعرض به حریم خصوصیتون محسوب میشه و نخواهید که به سوالاتشون جواب بدید، میتونید یه سری جوابهای هوشیارانه رو از قبل آماده کنید و به عنوان یه فرد با شخصیت و با اتیکیت از اون جوابها برای تفره رفتن از جواب دادن به سوالاشون استفاده کنید. و اما مورد بعدی آداب غذا خوردنه که به نظر خیلی بی اهمیت میاد ولی تو با کلاس نشون دادن ما خیلی تأثیر گذاره. آداب معاشرت هر بخشی آداب مخصوص به خودشو داره. آدابی مثل پوشش، آداب غذا خوردن، آداب رفتار تو موقعیت‌های مختلف و متاسفانه عده‌ای از افراد با کلاس بودن و تو چیدمان میز و استفاده از انواع قاشق و چنگال یا تنوع غذایی بالا و از این دست چیزها میدونن. البته دونستن هر کدوم از این موارد خوبه، اما وقتی از آداب غذا خوردن صحبت میکنیم یعنی نوع غذا خوردن و رفتارمون بسیار با متانت باید باشه که نه دیگران اذیت بشن نه خودمون از اون رفتار ضرری ببینیم.
تو غذا خوردن همین که سر و صدا ایجاد نکنیم و تو هر بخشی از اون ملاحظه دیگران رو هم بکنیم، یعنی بیشتر مسیر رو رفتیم و دیگه خیالمون راحته. مثلا اینکه وقتی به یه مهمونی میریم از غذا و هیچ چیز دیگه انتقاد نکنیم تا میزبان احساس شرمندگی نکنه. این یکی از آدابه. یا اینکه قبل از چشیدن غذا به اون نمک و ترشی و فلفل یا هر طعم دهنده دیگه استفاده نکنیم. یکی دیگه از همین آدابه، چون قبل از چشیدن غذا اگه این کارو بکنیم در واقع ممکنه این سیگنال رو به دیگران ارسال کنیم که مطمئنم غذاش بی‌نمکه یا ادویه لازم رو نداره. اینکه سر میز یا سر سفره غذا از خلال دندون برای تمیز کردن دندوناتون خواهش میکنم سر میز استفاده نکنید. این کار رو تو سرویس انجام بدین تا دیگران از این صحنه رنجیده نشن. اینم یکی دیگه از آداب غذا خوردن بود. و مورد بعدی، به جای فوت کردن غذا اجازه بدیم تا غذا خودش سرد بشه. قاشق و چنگال رو هم برای غذا خوردن استفاده کنیم، نه اینکه تو هوا بچرخونیمش یا با اون به کسی اشاره بدیم روی میز. مرتب و تمیز غذا بخوریم. مثلا همون ابتدا نیایم یهو همه خورش رو بریزیم روی پلو با هم مخلوطش کنیم، یا از اطراف بشقاب غذا نخوریم، بلکه از سمت خودمون شروع کنیم تا به اتمام برسه. یه شخص با کلاس حتی تو غذا خوردنش هم با متانت رفتار میکنه و ملاحظه دیگران رو میکنه. و اما مورد بعدی که اکثرمون خیلی این قسمت رو دوست داریم، مرتب لباس بپوشید. آدمای با کلاس سعی میکنن مرتب لباس بپوشن. این که میگم مرتب لباس بپوشید به این معنی نیست که حتما لباسای مارکدار رو خیلی گرون بخرید، بلکه فقط کافیه لباسایی که میپوشین تر و تمیز باشه. اگه نیاز به اتو داره همیشه صاف و اتو کشیده باشه و حالت شلختگی نداشته باشه و کفشاتون تمیز و واکس زده باشه. هر چقدرم لباس شما مارکدار و لاکچری باشه و شما رفتاری خارج از آداب معاشرت داشته باشید و اتیکیت رفتار رو رعایت نکنید، بازم شما یه شخص بی کلاس و خسته کننده و کلافه کننده به نظر می رسید. آراستگی رو فراموش نکنید. آراسته بودن خیلی تو با کلاس بودن شما کمک میکنه. یعنی همیشه تر و تمیز باشین. موهاتون شونه شده باشه. قبل از ملاقات با دیگران تو دقیقه های آخر بازم موهاتون رو توی آینه چک کنید که قسمتی از اون نشکسته باشه، یا اگه باد به موهاتون زده به نزدیکترین سرویس بهداشتی برید و دستی به سر و روتون بکشید. ناخوناتون همیشه مرتب باشه. آقایون همیشه ناخونا کوتاه باشه. خانوما اگه دوست دارن کمی ناخون بلندتر بذارن حتما باید زیرش رو تمیز کنن و سوهان بکشن. البته ناخونای خیلی بلند هم اصلا جذاب نیست و از اتیکیت بدوره. خانومایی که همیشه لاک میزنن باید توجه کنن که لاک به صورت تیکه تیکه روی ناخونا نمونده باشه. یا لاک رو کاملا پاک کنید، یا اگه دوست دارید لاک بزنید تموم ناخون لاک داشته باشه، نه به صورت تیکه تیکه. یکی از دلایل این که من هم زیاد از لاک استفاده نمی کنم همینه. فرصت اینو ندارم که مدام تمدیدش کنم. وقتی تیکه تیکه میشه و بهش نگاه میکنی یه حس خیلی بد و شلختگی به آدم میده. برای لاک زدن هم بهتره از رنگ‌های لایت استفاده کنید، نه رنگ‌های جیغ که باعث جلب توجه دیگران بشه. چون همونطور که هممون میدونیم اتیکیت و آداب معاشرت خیلی با جلب توجه کردن مخالفت میکنه. آقایون اگه ریش میذارید حتما ریشتون رو مرتب کنید. اگه یک کمی بلنده همیشه یه شونه مخصوص ریش توی جیبتون بذارید تا مرتب باشه. دور ریشتون، زیر و پشت گردن و اطراف موهاتون رو تمیز کنید و موهاشو کوتاه کنید. یه آدم با کلاس و با اتیکیت مراقب شوخی هایی که میکنه هست. تعادل رو این وسط حفظ میکنه. یعنی اونقدر کمگویی نکنین که یه فرد منزوی بشه. منظور ما اینه که فقط هر جا نیاز بود صحبت کنید و نظر خودتون رو مطرح کنید. همون ضرب المثل معروف که میگه کم گوی و گزیده گوی. چون
تو سکوت کردن شما رو یه فرد عاقل و پخته میبینن و همین باعث جذابتر شدن شما میشه. خب تا اینجای ویدیو که اومدین زحمت بکشین ویدیو رو لایک کنید، چون میخوام موارد مهمتری رو در ادامه بهتون توضیح بدم که توی قرارهاتون هم میتونین از اون استفاده کنین. فنجون یا ظرفاتون رو توی سطل زباله نندازید، چون اصلا رفتار درستی نیست. سعی کنید تو کمترین زمان ممکن سفارشتون رو انتخاب کنید و تا قبل از انتخاب کردن اون گارسون رو سر میز صدا نکنید. سفارشتون رو بنویسید، یعنی اگه قرار دم صندوق سفارش بدید حتما سفارش ها رو یادداشت کنید تا خودتون و بقیه توی صف معطل نشید. میتونید هم روی صورت حساب یک کلمه رو بنویسید. کار سختی نیست، اما خب خیلی دوستانه و مؤدبانه است و باعث میشه خیلی با کلاس دیده بشید. از استایل های بقیه اسکی نرید. به جاش بیاین از طرز لباس پوشیدن بقیه ایده بگیرید، ولی کپی نکنید. این کار شما رو یه آدم بی کلاس نشون میده. اکسسوریای کلاسیک استفاده کنید. اگه اکسسوریاتون قدیمی شد و زمخته، استفاده نکردن ازش بهتره. برای تابستون حتما یه عینک آفتابی بگیرید، چون به شدت به درد بخور و شما رو تو استایل تابستونی با کلاس تر نشون میده، حتی توی عکس ها. لباساتون رو بیش از حد با هم ست نکنید. این رفتار مثل اینه که شما به جز ست کردن چیزی از استایل بلد نباشید. گاهی یه تناقض رنگی شما رو با کلاس نشون میده. توی مدرسه و دانشگاه هم خودتون رو نشون بدین. برای جواب دادن به بعضی از پرسش ها داوطلب بشید. تکالیفتون رو هم سر وقت تموم کنید. در این صورت مورد توجه مثبت دیگران قرار میگیرین. هیچ وقت هم از حرف زدن نترسین. حتی اگه اعتماد به نفس ندارین، بازم طوری رفتار کنین که انگار سرشار از اعتماد به نفس هستین. نذارین کسی متوجه این ضعف درون شما بشه. این اولین قدم به سوی داشتن یه احساس خوبه. اعتماد به نفس رابطه مستقیمی با زبان بدن داره. پس موقع راه رفتن سرتون رو بالا بگیرین و دستاتون رو طرفین بدنتون قرار بدین. قوزم نکنید. اعتماد به نفستون رو با پیشرو بودن تو کارهایی که تمایل به انجامشون دارین و البته ایجاد علایق جدید تقویت کنید. اگه چیزی رو که واقعا به اون اهمیت میدید تو زندگی پیدا کنید، حس خوبی نسبت به خودتون دارین. گفتگو کردن، تعریف جوک و در کل برقراری ارتباط با آدما. به خاطر داشته باشید افراد محبوب به این خاطر محبوب هستن که دیگران اونا رو میشناسن و به اونا توجه میکنن. اگه هنوز آدم محبوبی نیستین که تو ذهنتون تصور کردید، پس منتظر نمونید کسی جلو بیاد و با شما صحبت کنه. شما پا پیش بذارید. جلو برید و سراغ کسایی هم برین که قبلا با اونا صحبت نکردین. اصلا شاید شما شخصیت درونگرا، خجالتی یا آرومی داشته باشین، اما برای دست پیدا کردن به اون چیزی که میخواین باید روش برخوردتون با دیگران رو تغییر بدین. به خودتون بگین من میتونم. همین یک کلمه کافیه برای اقدام کردن. شاید اوایل و قبل از اینکه تو این کار مهارت پیدا کنید اینطور به نظر برسه که آدم سطحی و مقلدی هستین، اما به خاطر داشته باشین که خودتون بودن در حقیقت یعنی دونستن اون چیزی که واقعا از زندگی میخواین. مجبورم نیستین لباسای روی مدی رو بخرین که این روزا همه میپوشن، مگه اینکه فکر کنید تو اون لباس واقعا خوب به نظر میرسید و راحت هم هستین. اگه همون مدلی رو بخرید و بپوشید که همه تو مدرسه و دانشگاه میپوشن، ولی این مدل اصلاً بهتون نیاد، بازم همه نگاه ها به سمت شما برمیگرده. البته نه اونطور که میخواستید و اون نگاه ها مثبت نیست قطعاً. به ظاهرتون اعتماد داشته باشین. مدام خودتون رو تو هر آینه سر راتون نگاه نکنید. به هر کسی که میرسیدم در مورد ظاهرتون نپرسین. اگه این کارا رو انجام بدین مردم میفهمن شما به خودتون شک دارین. این که به ظاهر خودتون توجه میکنی خیلی عالی و فوق‌العاده است. اما اگه اینطور به نظر برسه که بیش از حد تلاش میکنید دوست داشتنی جلوه کنید،
بدتر از اینه که انگار اهمیتی نمیدید. پس اگه واقعا اهل مدل موهای عجیب و غریب و آرایش نیستید، سر و صورت خودتون رو با این چیزا پر نکنید. اگه خوشتون نمیاد یقه کت و کاپشنتون رو بالا بدین و دستاتون رو تو جیبتون فرو کنین فقط به این خاطر که همه این کارو میکنن، خب شما هم این کارو انجام ندین اگر دوست ندارین. در کل سعی کنید همیشه همه جا با اعتماد به نفس ظاهر بشید و اگر مقداری اعتماد به نفستون پایینه، کلمه من میتوانم و قبل از ورود به هر جایی با خودتون بگید و به ظاهرتون هم اهمیت بدید. نه خیلی وسواس کنه و نه اینکه بی اهمیت باشید. مراقب خودتون و خوبی هاتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدارتون.